تقریبا 150 تن آرد، 30 تن دوا و وسایل عاجلی که به ارتباط دوا بکاره و 100 دانه تذکره یا چپرکتی که دوا را مریض انتقال میده ما به ولایت کابل حال از اینجا حرکت میکنه و خیر که بره به او مستحقین برسه. اتاق صنایع افغانستان بی امروز از اونا صحبت کرده. امروز یک ویدیو کنفرانس بود، به اونا گفتیم که ما به خانه سازی از اونا آمادگی داریم. ولایت کنر اتفاقی که افتاده بابت زلزله خیلی ما متاثریم. از ولایت هرات این کمک‌های بشردوستانه که از ولایت هرات تاجران و همشهریان و عزیزان و که مثلا به ولایت که کمک میکنم خیلی خوبه. خونه‌های محکم‌تر برین و بسازم همشهریان و همه یاسی بر بدیدم. باز دولت بزی بزی توجه خیلی داشته باشن. مردم خانه و زندگی و بچه و زن و بچه خود از دست دادن. مردم امارات باید کمک بکنن، برای از اینا باید کمک رسانی کنن.